سلام بچه ها، خودتون توی خونه تشکچه مبل بدوزین. باورت نمیشه که انقدر این کار راحت باشه. حالا بریم با هم دیگه بدوزیمش. طول و عرض نشیمن رو اندازه بزنید، اینطوری که من اندازه زدم. 2 تا پارچه از جنس مبلی نیاز داریم. به طول نشیمن 15 سانت و عرض نشیمن 8 سانت اضافه کنید و برش بزنید. لایه رویی و زیری رو میتونید از یک رنگ یا مثل من از 2 رنگ استفاده کنید. یکی از لایه ها رو بذارید کنار. به 2 تا پارچه برای هولدر هم نیاز داریم. عرض هولدر را از پارچه اصلی حتما باید کمتر باشه. این قسمت رو بدوزین و این کار رو برای هر 2 طرف عرض نشیمن انجام بدین. یه پارچه به طول دور تا دور نشیمن و عرض 4 سانت برش بزنید. نخ قیتون رو بذارین داخل پارچه و با پایه تک شاخ بدوزین و اینجوری مغزی کار آماده میشه. لبه مغز رو بذارید لبه پارچه و با پایه تک شاخ بدوزین. به گوشه کار که رسیدین چند تا چرت بذارید و کارتون رو بچرخونید. سعی کنید رنگ پارچه مغزی با پارچه اصلی تفاوت داشته باشه تا زیبایی کارتون رو چند برابر کنه. لایه دوم رو روی کاری که مغزی دوزی کردیم بذارین و دور تا دورش رو با پای تک شاخ بدوزین. 10 سانت آخر رو باز بذارین. بعد از اینکه کارتون رو دوختین گوشه های کار رو قیچی کنید و از این قسمت که باز گذاشته بودین کارتون رو برگردونید. گوشه های کار رو خیلی تمیز و مرتب به این شکل بیرون بیارین. درس های کار رو اتو بزنید. حالا عرض پارچه رو متر بزنید و با خودکار حرارتی وسطش رو علامت بزنید و از قسمت وسط تا لبه کار هم وسط کار هم پیدا کنید و علامت بزنید. اندازه یکی از این قسمت ها رو متر بزنید و طول پارچه رو هم به همین اندازه باید تقسیم کنید. اینطوری این کار رو برای 2 طرف طول پارچه و عرض پارچه باید انجام بدین حتما. و با خط کش این علامت رو به صورت افقی و عمودی به همدیگه وصل کنید. حالا محل اتصال خطوط افقی و عمودی رو با همدیگه با خودکار حرارتی مشخص کنید و از این نقطه ها سوزن وارد کنید و پشت کارم اینجوری علامت بزنید با خودکار حرارتی. تمام علامت ها که به پشت پارچه منتقل شدن، حالا از اون قسمتی که باز گذاشته بودیم الیاف رو پر میکنیم. تشکچه رو به قدری پر میکنیم که ضخامت کار به 8 سانت برسه. بعد از این قسمت رو یا با چرخ یا با دست میدوزیم. با یه سوزن بلند و نخ 4 لا اون نقاطی که قبلا مشخص کرده بودیم و به این صورت دوخت برمیداریم. مقداری از نختون باید بیرون بمونه. از این علامت رو رد کنید و پشت کارم از این علامتی که مشخص کرده بودین سوزن رو در بیارین و از دوختش سوزن رو رد کنید. از این روی کار 2 تا نخ رو بکشید و گره بزنید. چند تا گره بزنید و بعد هم از آخر اضافات نخ رو قیچی کنید. این از تشکچه عالی و یه نتیجه بسیار خوب. امیدوارم از ویدیو من خوشتون اومده باشه و حتما لایکش کنید. ممنون از شما.